بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. برادرای عزیز، خواهرای محترم، در درسای قبلی ما و شما اهمیت عبادات فکری را دانستیم که از بزرگترین عبادات ها در اسلام یکیش عبادات فکری می باشه. حالا وقتی ما و شما اهمیت عبادات فکری را شناختیم، سوال میشه که قرآن عظیم شان برای ما چی راه یا روش را یا چی منهجی را تعیین کرده که ما این عبادات فکری را انجام بدیم. در قرآن عظیم شان در مورد عبادات فکری تقریبا در 6 بخش عبادات فکری را در آیات قرآن بیان شده هست که ما و شما در قرآن عظیم شان را میخوانیم. اولش اگر یک انسان مسلمان میخواد که عبادت فکری رو بکنه، اولش تفکر است. تفکر، تعقل، التفکر و التعقل و التدبر و التأمل و التفقه، اینی کل از اینا عبادت های فکری هستند که در قرآن عظیم بیان شده است و هر کدامش تفاوت‌های خاص خود دارن. اول تفکر است که تفکر چی هست؟ تفکر یعنی بکار انداختن تصرف القلب فی معانی الاشیاء لدرک المطلوب، یعنی انسان در معانی اشیاء با قلب خود فکر میکنه، قلب خود در کار میپرته تا معانی اشیاء، یعنی تصرف القلب فی معانی الاشیاء، یعنی قلب خود مشغول میسازه به چی؟ برای درک معنای اشیاء تا که مطلب اساسی را بفهمه. مثلا یک نفر فکر میکنه که ما چرا خلق شدیم، حکمت از خلقت ما چی هست؟ بالاخره وقتی به قرآن رجوع میکنه، الله متعال میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت ما چی هست؟ بالاخره ما به کدام طرف میریم؟ نتیجه چی میشه؟ کجا میریم؟ این کلش تفکر است. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه میگه ان الفکر مبدأ الاراده و الطلب. فکر که است اساس اراده و طلب است. فی الزهد، اساس اراده و طلب در زهد و تقوا چی هست؟ فکر است. و فکر در نعمتهای الله متعال و در اوامر الله متعال و در نواهی الله متعال و در طرق علم به نامها و کتابها، به نامهای الله متعال و صفات الله و سنت نبی صلی الله علیه و سلم، تمامی افکار سبب چی میشه؟ سبب محبت و معرفت میشه. اگر یک انسان درباره آخرت و شرف آخرت و دوامش و درباره دنیا و حسناتش و بدیهایش درباره از یا فکر بکنه، بالاخره کل از این نتیجه خاص خود می داشته باشه. قرآن عظیم الشان ما و شما را دعوت میکنه به تفکر. اولی آیتش در سوره آل عمران 191 است که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اینجا قرآن عظیمشان دعوت میکنه انسانها را و توصیف میکنه انسانهایی را که در خلقت آسمانها و زمین فکر میکنن و ما و شما قبلا خوانده بودیم، تکرار نمیکنم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی در خلقت آسمان و زمین اینا تفکر میکنن. دوم، قرآن عظیمشان دعوت میکنه در خلقت کائنات در سوره رعد آیت 3: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در این آیت شریف الله متعال دلایل قدرت خدا بیان میکنه که الله ذات است و هو و او، یعنی الله الذی او ذاتی هست که مد الارض، امتداد یا طول و درازی بخشیده زمین را، و جعل فیها رواسی، و در امیز زمین کوها را و انهار و دریاها را جاگزین ساخته و خلق کرده. و من کل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، از تمام نباتات شما ببینید که هر نبات، آل مثلا علم زراعت وقتی که پیشرفته شده، ایده سابق مردم نمیفهمیدن، در هر کدامش زوجین اثنین است، یعنی مذکر و مؤنث داره. یغشی اللیل النهار، میپوشاند شب و روز را. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. الله متعال میگه که اینمی که الله متعال زمین ای قسم امتداد داده هست، در این زمین کوها را نصب کرده، در این زمین بحرها و محیطها و اقیانوسها و دریاها و چشمه‌ها و یاره خلق کرده هست. در بین میوه ها، نباتات مختلف مذکر و مؤنث یا اقسام مختلف خلق کرده هست. شب روز میشه و روز شب میشه. در هر کدام از چی هست؟ دلیل از به قدرت و عظمت خالق متعال بر کسایی که تفکر میکنن. یعنی اگر کسی این عبادات فکری رو در نظر میگیره، درباره کل از اینا فکر میکنه و هر روز ایمان ازی، عقیده ازی و یقین ازی به خالق کائنات بیشتر شده میره. هر روز در هر موجود که فکر میکنه. تفکر فی تسخیر اللیل و النهار، همچنان در تسخیر شب و روز، آفتاب و مهتاب، نجوم، در کل از اینا چی هست؟ دلائل است. همچنان تفکر در قرآن عظیمشان، الله متعال میگه که انسانهای مومن باید در قرآن هم تفکر و تدبر بکنن. شما اگر سوره حشر آیت 21 بگیرین، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله متعال در سوره حشر آیت 21 میگه لو انزلنا هذا القرآن، اگر ما نازل میکردیم این قرآن را، على جبل، بالای کوه، لرأیته، حتما، لام تاکید است که به معنای حتما میشه، یعنی حتما میدیدی تو اینمی کوه را، خاشعا، که در حالت بسیار خشوع و عاجزی و تواضع قرار میگرفت، متصدعا، صدا، سرگرفتگی و سرگشتگی و حالت حیرانی و حالت بسیار، در عربی صدا سردردی را میگن،
یعنی متصدع می بود، یعنی گنگس، وضعیتش بسیار در حالت سخت قرار می گرفت. امی کو من خشیت الله است. چی؟ از ترس الله. کو با می بزرگیش. این حاله الله متعال چرا این مثال بیان میکنه؟ و تلک الامثال، الله متعال میگه این مثال ها را نضربها بیان میکنیم ما للناس، بر مردم. ما این مثال های از قدرت و عظمت و بزرگی خود و از عظمت قرآن عظیم شان بیان میکنیم لعلهم یتفکرون، شاید که مردم چی کنن؟ تفکر بکنن. پس الله متعال با تفکر کردن در آیات قرآن عظیم شان خوش میشه. و او بندایی که درباره آیات قرآن هر آیتش تفکر میکنه و تدبر میکنه و شخصیت خود یک شخصیت قرآنی میسازه. یکی قرآنی هست که تلاوت میشه. 3 قسم هست. یکی قرآن است که تلاوت میشه که قرآن عظیم شان است، ما را تلاوت میکنیم. یکی قرآن است که مشاهده میشه. همین کائنات که سیل میکنی کلش لابراتوار هستن. برای چی؟ با آنچه که در قرآن است. آفتاب، مهتاب، ستاره ها کلش به چشم خود می‌بینیم. انسان ها، ساختمان فیزیکی، تمام مخلوقات، کل از اینا قرآن برای ما و شما نشان میده. دلایل که الله متعال میگه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن متحرک بودن. وقتی که در زمین میگشتن تمام اعمال از اینا چی بود؟ مثل قرآن عظیم شان بود. از این خاطر اینا بازیگرا وقتی که یک کافر مسلمان میشد میگفت من چی کنم که مسلمان خوب باشم؟ اونا میگفتن کونو مثل ما وار باشین. یعنی صحابی رو ببی کت از این صحابی بشی، کت از این صحابی قصه کو، کت از این صحابی نان بخو، کت از این صحابی مجلس بکو، میبینی که تمام اعمال از چی است؟ مطابق قرآن است. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر ما و شما و مادر مؤمنا پرسان کردن که کیف کان خلق النبی صلی الله علیه و سلم، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ او گفت که کان خلقه القرآن. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ قرآن بود. پس این تفکر و تدبر در آیات قرآن انسان مبدل میکنه به یک انسان قرآن شناس واقعی. همین قسم در مورد حلال و حرام، چیزایی که الله حرام کرده، در این هم اگر انسان تفکر بکنه میفهمه که چیزی را که الله حلال کرده او به منفعت انسان است. هر چیزی که حلال است و جایز است او برای انسان، برای صحتش، برای عافیتش، برای دنیایش، برای آخرتش در منفعت است. هر چیز حلال. و هر چیز حرام که است برای انسان مضر است. به اقتصاد مضر است، برای صحت مضر است، برای زندگی اجتماعی مضر است، به زندگی اخلاقی مضر است. به هر چیز انسان چیزی که حرام است مضر است. الله متعال میگه دی هم باید مسلمان ها، انسان ها درباره از این هم فکر بکنن. در سوره بقره آیت 219 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یسألونک، ترا سؤال میکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الخمر والمیسر، در مورد شراب و در مورد قمار. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، بگو برشان که در امی شراب و قمار که هست گناه بزرگ است و بعضی از منفعت ها هم است. این آیت شریف که است، این آیت منسوخ شده با آیت بعدی. یعنی در قرآن عظیم شان یکی از اسالیب قرآنی، احکام قرآن که بود تدرج بود. چی بود؟ تدرج چی معنی؟ یعنی درجه به درجه، آهسته آهسته برای تربیه امت اسلام آیات قرآن نازل می شد.
یکی از حکمت‌های نسخ بعضی آیات اینمی هست که مثلا اگر یک مرتبه الله ذات رحمان رحیم است، الله میخواد که بنده هایش دین تطبیق بکنه، لکن سرشان اقدر فشار نمیاره که یا بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اقدر برش مکلفیت نمیده که طاقت فرسا باشه. بخاطر از الله متعال چون این انسان ها آهسته آهسته تربیت شوند و در عصر جاهلیت مردم بسیار عادت داشتن به گناه ها، بسیار قمار به نهایت زیاد بود، اقدر زیاد بود که در لبای سرک ها مردم ها میشیشتن مثل که حال جاهلیت معاصر در لبای سرک ببینی که لدو میزنه. خب لدو هم قمار است، منتها نامش کافرات تبدیل کردن و این مسلمان های بی عقل و بی فکر، اونمو دانای کمسایی است، اونمو وضعیت است، منتها سر از یک نامک دیگه ماندن و این سبب میشه که حتی دیندارا باز این قمار میزنه، قمارباز است، لکن قماربازی 20 سال پیش بسیار خراب آدم بود، قمارباز امروزی چون در موبایل است و در کامپیوتر است بازی بسیار لوکس است. به هر صورت حکمش همو حکم است، اونمو بدبخت است، اونمو گناه کبیره هست، اونمو جرم است. قمار هم این قسم رواج داشت و شراب هم این قسم در بین مردم بسیار رواج شده بود که هر کسی، شاید یک تعداد انسان‌های کمی که در روی اصل با شخصیت عالی که داشتن شراب نمیخوردن، اما دیگه در بین مردم بسیار عادت بود و مردم استفاده میکردن. حالا برای این تغییر تو یک جامعه چی باید باشه؟ الله متعال احکام خدا آهسته 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 تا ای که مردم بالاخره عادت کنن، نرمال شون. اول در مورد انگور و در مورد از این چیزا آمد، گفت شما از این مثلا بعضی چیزهای سکری استفاده میکنین و چیزهای خوب هم استفاده میکنین، تولید میکنین. بعضی مردم دیدن گفتن اوه سکر و رزق خوب اینجا. یکی از مردم صحابه وقتی که بسیار زیرک بودن و بسیار فهمیده بودن، فهمیدن که شراب بسیار یک چیز زشت است. دیگه مرتبه باز آیت قرآن نازل شد که و یسألونک عن الخمر والمیسر. امی آیت قرآن نازل میشه که از شراب و از قمار پرسانت میکنن، بگو برشان که قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. در شراب و در قمار گناه بسیار زیاد است، لکن بعضی منفعت ها هم داره، مثلا اقتصادی بعضی منفعت ها داره، ساختن شراب و فابریکه شراب و آیداتی گپا هم داره. و همین قسم قمار بعضی کسا اگه اونجا پیسه و ترا پیدا میکنن، بعضی هتل ها از این استفاده میکنن، لکن الله متعال گفت که و اثمهما اکبر من نفعهما، لکن گناهش از منفعتش که بسیار زیاد است. چرا خانه ها را خراب میکنه، سبب قتل میشه، سبب کشتن میشه، انسان به یک شخصیت وحشی مبدل میشه با نوشیدن شراب، و بسیاری وقتا قمار منجر به قتل میشه، جنایت میشه، تباهی یک خانواده میشه. و یسألونک ماذا ينفقون، و همچنان تو را پرسان میکنه از چی چیز نفقه بکنه. قل العفو، برشان بگو که آنچه که زیاد میمونه در مالتان است و شما نفقه بکنین بر فقرا و مساکین. اگه میتین سرتان زیاد فشار نبیه، اگر چیز مال اضافی تو را دارین کمک بکنین بر فقرا و مساکین. كذلك يبين الله لكم الآيات، اقسم الله احکام خدا بیان میکنه لعلکم تتفکرون، شاید که شما چی کنین؟ تفکر بکنین. خب بسیاری صحابه تفکر کردن، تدبر کردن، شراب ترک کردن. دمی سلسله شراب آیت دیگه هم نازل میشه، نمیفهم پیش ازیست یا بعد ازی هست. آیت قرآن نازل میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما به نماز نزدیک نشین وقتی که در حالت نشه باشین. اما وقتی که یک صحابه دیدن که اوه وقتی که در نماز که به امرای خالق گپ میزنیم اجازه شراب و نشه نیست، پس معلوم میشه یک چیز بد است، ترک کردن. لکن یک دیگه گفتن که نه، خب وقتی که نماز میخوانیم شراب نمیخوریم، باز نماز خلاص کردیم میریم میخوریم. بالاخره قاطع حکم آمد که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. خمر شراب یک پلیتی هست، انما الخمر والمیسر و قمار والانصاب نصب کردن بتها
یا پیش قبرها سنگا را نصب کردن و باز پیش از او حیوان ذبح کردن، ایره نصب میگفتن، سنگ نصب میکردن، باز سر از او سنگ حیوان میوردن ذبح میکردن به نام از صاحب قبر یا به نام از بت. والانصاب والازلام، ازلام یک قسم تیرها بود، چند دانه تیر در بین یک گلاس میماندن، مثلا 2-3 دانه تیر بود، بازی را میگرفتن در بین گلاس میماندن، باز میگفتن که 3-4 دانه رو میگفت یکیش بکشی، در یکیش نشته میکردن که برو یا بکن، در دیگهش نشته میکرد که مکن، در دیگهش هم تعادی میماند، باز این نفر میامد این 3 دانه تیرها را میکشید، باز اگر نشته می بود اینجاش که بکو، بازی کارا میکرد. الله گفت این از عمل شیطان است. این تیرک بیچاره که توی در بین از این گلاس میمانی و بازو رو میگیری، خو حتما از 3 تا یکیش میگیری دیگه، این تخمینا یکیش میبرای به دست تو، اما این علم غیب داره که تو رو میگه سفر برو یا این کارا بکن. ربوبیت الله را به چی میدادن؟ به یک تیر میدادن. الله متعال گفت که این هم چی هست؟ رجس است، پلیتی فکری هست، اندیشه و عقیدی تو را چتل میسازن. و دوگاه مثلا قمار مال تو را نجس میسازه، شراب داخل وجود تو را نجس میسازن، نصب کردن بتها عقیدی تو را خراب میسازن. پس چی هست؟ رجسان من عمل شیطان. این از عمل چی هست؟ فاجتنبوه، دیگه شما از این چیزها اجتناب کنید. این حال صحابه کلشان ترک کردن. پس تدرج در قرآن عظیم شان یک اسلوب است که از این باید مسلمان ها استفاده بکنن. یک کسی مثلا یک جوان یک رفیق دیگه جوان خود دعوت میکنه به نماز میریشه، اول روزی رو صاحب در چیز میاره، در ختم 5 سپاره ای میاره، و که صاحب میکنه اوه چه قضیات است، 5 سپاره یک رکات صاحب کلمه چه قطع خود، اما تو که رفت دیگه مسجد داخل نمیشه. بعضی کسا زیاد فشار میارن سر از این حال. اگر آهسته 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 آهسته، خصوصا بعضی جوانایی که الحمدلله دعوتگر هستن لکن اسلوب دعوت دایی هستن، اخلاص خوب دارن، لکن طریقی دعوت نمیفهمن، زیاد فشار میارن سر خانه خود، سر فامیل خود، سر اولادای خود، سر برادرای خود، در بسیار چیزای عادی بسیار جدی میشن، بسیار چیزای عادی جدی میشن. این حال به این شکل همون شخصی که میخواه که اصلاح شود به اساس جدیت و بد اخلاقی از این سبب چی میشه؟ بیخی از دین رو میگردانه. اما اسلوب دعوتی است که انسان آهسته آهسته. ببین الله متعال 4 آیت قرآن نازل میکنه تا که شراب چی شود؟ نهایی از بین مردم برداشته شود. و این آیت باز منسوخ میکنن دیگه ایش میره، باز رو منسوخ میکنن. این چرا؟ به خاطر تربیه هست. یک حکم خدا نازل میکنن که کم 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 این جامعه کلش جور شود. اینا ما هم میتونیم که کم 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 آهسته آهسته مثلا دعوت شود. اول از عقیده شروع شود. یک نفر عقیدهش جور نیست، تو سر از او مستحبات شروع میکنی. از ما و شما مشکل ما همی از در یک کشور عربی ما زندگی میکردیم. یک استاد داشتیم، بازور ما پرسان کردم، گفتم استادم تو یک امی در صنف ما از اروپا بودن، از آسیا بودن، از افریقا بودن، از کشورهای مختلف هم صنفی ما درس میخواندن. ما چند نفری طرف 3 نفر افغانا و پاکستانی یا 6 بودن. باز کت از استاد جنجال کردن. ایدگاه نورمال گپ قبول میکردن، میفهمیدن. یا جنجال کردن سر یک مسئله. استاد گفت که ما کت شما بحث نمیکنن. چرا بحث نمیکنی؟ گفت ما بحث کت شما نمی. بس درس شروع کرد. گفت ما کت شما بحث نمی. از کجا هستی؟ گفت از افغانستان. گفت تو از کجا؟ از پاکستان. گفت کت شما بحث نمی. گفت شما کس مخروط دینتان سرچپ است. آخر ما گفتیم استاد ببخشید، خب برای ما یک مشکل فکری پیدا شد. این مخروط دینی ما سرچپ هستی چی مانه؟ او گفت تو راست که مخروط دین که است که قرآن و سنت رو بیان میکنه، اول اعتقادات است. اول باید از کجا شروع کنی؟ عقیده. الله را بر مردم معرفی بکنی، قرآن بر مردم معرفی بکنی، پیغمبر اسلام برش معرفی بکنی تا که عقیده ازی جور شود. وقتی که خوب سر عقیده ازی کار کردی، باز دوم درجه چی است؟ سر عبادات می. اول اعتقادات است،
بعد از او چی است؟ عبادات است. در عبادات فرایض است، فرایض واجبات، باز سنت ها هست، باز مستحبات است، باز مباحات است. متوجه شدین؟ اینجا هست. گفت از شما که است اول مخروط دینتان به خاطر این سرچپ است که اول از مباحات شروع میکنین. کل جنجالتان سر یک چیز است، سر یک چیزی که مباح است. در سر ازی بسیار جنجال میکنین. اما اینمی نفره که در مباح بکس میکنه و چنگاو میشه و یکی دیگه خدا لط میکنه، در عقیده سهل کنی ایش نرسیده. چرا کل عمر خدا چی مصرف کرد؟ در مباحات بس سنت بسیار کم میرسه. بسیاری وقتا با سنت ها مخالفت میکنن. باز که یک 4 تا سنت اگر در واجبات بسیار مشکلات دارن. باز که یک چند تا واجب گرفت تا که در اعتقادات میرسه، مرگش میرسه، این پیر است، تاریخش تیر است، دیگه وقت پیدا نمیکنه که عقیده بخونه. از این خاطر وقتی که عقیده انسان و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه اصلا از کجا شروع کرد؟ یک وقت هیچ نماز فرض نبود، هیچ نماز فرض نبود، هیچ روزه فرض نبود، هیچ زکات فرض نبود، هیچ حج فرض نبود، هیچ عبادات نبود، هیچ اصلا فرض و واجب و سنت و مستحب کس نمیشناخت. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم کوچه به کوچه میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحون. از عقیده شروع کرد. به خاطر است که زیر بنای فکری انسان عقیده هست. وقتی که عقیده انسان جور شد، عقیده جور بود. یک کسی که عقیده جور شد، باور بگو مجردی که برش بگو قال الله و قال الرسول، میفهمه که ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. وقتی که یک چیز الله و رسولش فیصله کرد دیگه من اختیار ندارم. عقیده من اینم است، عقیده جور است. وقتی گفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی قسم مسواک کرده، دیگه سر از گپ نمیزنه که این مسواک چرا و چرا. اما اگر عقیده نداشت، تو یک شبانه روز یک مبارزی درباره مسواک گپ بزن، هوی چوب است و بازی چوب میکروب میگیره و بازی چوب ما چطور نگاه کنم، بازی چوب چه قسم میشه و چرا ما چوب بزنم، حالا وقت ساینس است، حالا تکنولوژی است، حالا چرا از کریم استفاده نکنم، چرا ما اینه برای 200 قسم چی میکنه، استدلال میکنه. چرا مشکلش مشکل عقیده هست. عمل بسیاری استادا وقتی که درس میدن میره در صنفا مثلا از حقوق بشر اسلامی گپ میزنن، از حقوق انسان گپ میزنن، بعد یک صنف رفتم به شاگردا گفت فلان استاد ما سمستر آخریشان بود، گفت ما 7 سمستر خوانیم، سمستر 8 است، ما دیگه 7 سمستر درس ثقافت خوانیم لکن تا حالا سوالای ما ختم نشده. چرا؟ والا یک روز از استاد پرسان میکنن درباره حقوق انسان، دیگر روز درباره حقوق بشر، دیگر روز درباره حقوق طفل، دیگر روز درباره حقوق حیوان، دیگر روز درباره ازی. هر قدر که استادا برای ما استدلال کرده میرفت، لکن تا حالا ما سوالای ما ختم نشده و عقیده ما مشکلات ما حل نشده. ما هنوزم سوالای دیگه داریم. مفتم است شما عقیده‌تان خراب است، خفه نشین، بیدین هستین. هر وقت که عقیده‌تان جور شد، کل سوالاتتان چی میشه؟ حل میشه. مثلا چه قسم؟ یک دختر در اروپا حجاب کرده بود، تنها چشماش معلوم میشه دیگه، تمام بدنش حتی دستای خودم دستکش کرده بود. یک ژورنالیست برش میگه که شما در یک کشوری که در ایتالیا زندگی میکنین و این کشور است که اینجا بسیار آزادی هست و خانم ها میتونن به هر قسم که لباس بپوشن و ولو که بدون لباس هم بگردن، برای زن امکانات هست. تو دختر مسلمان در این قلب اروپا در تو جای آمدی و این قسم لباس پوشیدی، در حالی که در کشورهای اسلامی در بسیاری جهان اسلام بعضی خانم ها میگن که مثلا حجاب که است مثلا زندان متحرک است و مثلا قفس است و مثلا چطور است و مثلا فلان است و رقاصه میخیزه سر حجاب انتقاد میکنه و سر دیگه با تو و خود میگه مسلمان هستیم. خودت چطور داری مملکت؟ او برش میگه بی برادر محترم، اینجا مسئله مملکت نیست که آزادی چقدر است و چقدر نیست. روزی که من عقیده کردم به این کتاب الله که خواندم در صفحه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، عقیده کردم به رحمان الرحیم که الله که ما را خلق کرده بخشاینده و مهربان است. اینال هر حکمی که او خالق متعال بر انسان میته،
ولو که هر قدر سخت باشه به اساس رحمت است، به منفعت من است. پس این چادر ما که میپوشم، این چادر ما به خاطر ازی که رحمان الرحیم ایره گفته بر من، اللهی که رحمان الرحیم است. این چادر ما علامت رحمت الله هست که در سر ما هست. این حال کسی که چادر حجاب در سر نداره یا از حجاب خوشش نمیایه یا میگه والا من این چادر حجاب که من چادر کلان در سر لباسای، اصلا چادر حجاب خاموش که یک چادر کلان بپوشی در سر دیگه لباسایت، این که تو یک بالا پوشک میپوشی و یک دستمالک در سرت میپوشی و چی میکنی، این حجابت کامل نمیشه تا اون چادر کلانی که کل همین لباسای زیرنگیت معلوم نشه ایره نپوشی. این حال وقتی که ایره نمیپوشه در حقیقت ای از رحمت الله دور است، رحمت الله را نمیخواه. چی را میخواه؟ نفس اماره به سوی خدا. و من مسلمانی که گفت در اروپا زندگی میکنم، همینجا هستم، تولد شدیم، کلان شدیم، روزی که قبول کردم که این خالق رحمان الرحیم است، عقیدیم جور شد. آل هر حکمی که الله میکنه، اگر الله متعال بر ابراهیم علیه السلام میگه که ابراهیم برو اینمی فرزندت ذبح بکن، ابراهیم علیه السلام عقیده داره که این خالقی که بر من امر کرده از قلب مکده، او الله بسیار مهربان سر از فرزند من، دی منفعت فرزند من است. یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک. اسماعیل چی میگم؟ یا ابت افعل ما تؤمر. پدر، او امری که از جانب ذات رحمان الرحیم برای ما داده شده است او را حتما انجام بده، نه که چیزی که دل تو میخواد، بلکه چیزی که تو امر کرده شدی. چرا او خالقی که امر تو را کرده که ما باید کشته شوم دمی جوانی، این هم رحمتش است. بالاخره اردوشان یقین و ایمان قوی دارن، لکن الله متعال انسان یک امتحان میکنه، لکن برش در طول تاریخ یک عزت میده. نه ابراهیم بچه خدا کشت، امر الله را قبول کرد، اما نمادش الله که بچه خدا بکشه. و نه اسماعیل هم کشته شد، الله به عوضش برای ابراهیم علیه السلام گوسفند روان کرد، گفت این ذبح بکن، خلاص. لکن عقیده امتحانت کامیاب شدی. و تا روز قیامت برای ما و شما گفت که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. اونو ابراهیم اسوه بر کل ما و شما شد. اسوه چی شد؟ اسوه اعتقادی شد که این تو عقیده داشته باش که در لحظه‌ای که بالای تو حکم مرگت هم صادر میشه، اونمون لحظه هم باید بگویی که اگر این حکم از جانب الله باشه اساسش رحمت الله هست، این به منفعت من هست. و مسلمان حقیقی میفهمه که یک نفر شهید میشه در راه الله، چی نقص میکنه؟ ما تو نقص کردیم که عقیده ما خراب است، وی ولا فلانی بیچاره، ما تو میگیم بیچاره. فزت و رب الکعبه. صحابه چی میگفتن وقتی که به شهادت میرسیدن که تیرها و چیزا در شکمش میمد، کالم افتاد، میگو فزت و رب الکعبه، قسم است به رب العالمین، رب کعبه. کعبه یک مخلوق است، کسی که قبلی خود تعیین کرده، قسم است به ذات ذوالجلال که ما کامیاب شدیم. اونا کامیابی خود چی احساس میکردن؟ در شهادت. و شهادت بزرگترین مقام است که الله متعال این مقام جنرالی را به هر کس نمیده. هر کس خود جنرال شده نمیتونه در یک مملکت. جنرالی رو ممو کلانه که برش میته خود او بسیار صفات مطابق چیز خود می داشته باشه برنامه خود. این حال الله متعال که این مقام میته برای هر کس خود نمیته، برای بنده های خاص خود میته. از این خاطر صحابه میگفتن فزت و رب الکعبه. هدفی است که وقتی عقیده جور شد همه چیز چی میشه؟ جور میشه. وقتی که عقیده خراب بود همه چیز چی میشه؟ خراب میشه. یک وقت صاحب به شهر کابل می کلگی لنگی داشت، نه ریشای 2 متره. امی روزی که نظام تغییر کرد، چون یا ریشایشان ریشای نظام بود، ریشای ترس مخلوق بود،
از مخلوق میترسیدن نه از خالق. از ترس مخلوق ریشا را مانده بودن، 2 قبضه و 3 قبضه. یگان تو شما تو خوب دیگه مانده بود دیگه، ریشه که زیاد کل کنی باز که الا بدی دیگه اما تو رفته میره دیگه. همین مجردی که نظام تغییر کرد، صبح که ما میاییم سیل میکنیم که ریش سفید آدما کلاکایش همی کلا و پاچه فروشی که برینی کلای بزک میفروشه. هم تو بزک می من میگم این بزا چی میکنه که اینجا چی خوب راه میری بزای 2 پای وی این خوب فلانی صاحب است. یک دریشی کونه 15 ساله رو پیدا کرده دیگه تکمایش هم نمیشه از بری شخ کرده. همون تو میای راستی ما را خنده گرفت. یک دفعه چه خنده میکنه وی گفتیم این خوب فلانی است. این چی بود؟ او دیدیم که اگر 5 سال هم ریش از ترس مخلوق بانه باز ریش چی میشه؟ از بین میره. اما اگه به خاطر رضایت الله باشه 30 سال 40 سال میمونه و بسیار افتخار هم میکنه به ریش خود و به چی ریخت به همه چیز خود. لمسجد اسس من اول یوم علی التقوا. میگه در مسجدهای نماز بخواین که از روز اول بر اساس چی گذاشته شده باشه؟ تقوا. که ما اینجا نماز بخونیم یگان تا اول مسجد جور میکنیم، والا یک مسجد جور کنیم که بازو قوم دیگه مسجد خوبش داره، ما هم یک مسجد مسجدشان جور کنیم. در مسجد از خوب فاتحه گیری میشه اینجا هم شد. در مسجد از خوب قارینا فرش سترست. او بچه کوشش کن خوب تلاکاری کنی بغلایشه که باز کسایی که بیاین باز صحیح کنن بگه آها این باز که دو مسجد بری که در نماز خفتن یک تا بیچاره یک ریش سفید در منت کپ و کور دیگه کلگی پیشی سریال شیشتن. اما در جایی که اون مسجد به اساس تقوا باشه بری در مسجد صحیح کنی که در نماز خفتن 4 صف 5 صف 6 صف 10 صف. عقیده بسیار مهم است از این خاطر. خب دیگه دومی بخشی که چی است در قسمت تفکر آیات زیاد است. مثلا الله متعال ما شما را میگه که تفکر بکنید در شخصیت نبی صلی الله علیه و سلم، در قصه ها یا چیزهایی که در قرآن شنید، قصه نیست، حادثات واقعی که در قرآن است، باید از فکر بکنین. درباره شخصیت رسول الله هم فکر بکنین که ما به صاحبه من جنه. و آیات زیاد درباره تفکر است که تعداد زیاد آیات است که شما هر جایی که تفکرون هم تو خوانده برین بسیار زیاد است. من نمیتونم کل براتون بگویم. در مخلوقات الهی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل عصص والصبح اذا تنفس. اینا کلش درباره زیاد تفکر الله متعال از بنده های مخلص میخواد که عقیده قوی پیدا بکنن. دوم بخشش تعقل است. در عبادات فکری چی است؟ تعقل است. تعقل چی معنی؟ یعنی عقلت در کتاب الله و در سنت رسول الله و در کائنات و در هر چیزی که میبینی در اونجا از عقلت کار بگیری. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. باز آخرش میگه سوره بقره آیه 164 قبلا خوانده بودیم من تکرار نمیکنم. میگه لآیات لقوم یعقلون. در کل از دلایل قدرت الله است به قومی که چی هستن. و کسایی که از عقل خود استفاده نمیکنن و بدترین مخلوقات است. ما شما خوانده بودیم در سوره انفال آیه 22 ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. و حتی برای علمایی که دیگران را دعوت به طرف نیکی میکنن و خودشان خود فراموش کردن، خودشان دیگران به اخلاق گپ میزنن، باز که سعی کنی خودش بسیار بد اخلاق است. الله متعال دیگران به عقیده دعوت میکنه، خودش عقیدهش خراب است. دیگران مثلا به دین دعوت میکنه، خودش بسیار بیدین است. الله متعال میگه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یادت علمای یهود بود. افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ بخش سومیش تدبر است که انسان مسلمان تدبر بکنه. و تدبر چی است؟ النظر فی عواقب الامور. میگه
نظر کردن در عاقبت کار. اینی کارم میکنم عاقبتش چی میشه. این هم میگه قریب است به تفکر، لکن فرق بین تدبر و تفکر چی هست؟ میگه تفکر که است با قلبت در دلیل تحقیق میکنی، دلیلش میبینی که چطور است. اما تدبر چی است؟ عاقبت از این کار سرش فکر میکنی. خب اگر من نماز نخونم عاقبتش چی میشه؟ اگر من قرآن نخونم عاقبتش چی میشه؟ اگر بیدینی بکنم عاقبتش چی میشه؟ و یا عاقبت دیگرها را میبینی که همین کسایی که کفر میگفتن عاقبت فرعون چی شد؟ عاقبت هامان چی شد؟ عاقبت شداد چی شد؟ عاقبت نمرود چی شد؟ درباره قرآن فکر میکنی. الله متعال میگه افلا یتدبرون القرآن، درباره قرآن تدبر بکنین. چرا؟ ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر قرآن از غیر الله می بود در بین از بسیار اختلافات پیدا میکردن، لکن در قرآن هیچ اختلاف، هیچ چیز نیست. بس معلوم میشه که قرآن کلام الله هست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کسایی که در قرآن تدبر نمیکنن، اگر به قرآن ایمان نداشته باشی، اگر به ملائکه ایمان نداشته باشی، اگر به آخرت ایمان نداشته باشی، اگر گمراهی بکنی، اگر زنا بکنی، اگر شراب بخوری، عاقبتش چی میشه؟ نتیجه چی است؟ این تدبر میگن که انسان مسلمان باید درباره کل ازیا فکر بکنه. وقتی که انسان فکر بکنه میگه از رفتگان اندیشه کن، آخر ز دنیا میروی. ای آدمی بیخبر، آخر ز دنیا میروی. هرچند داری سیم و زر، آخر ز دنیا میروی. عمرت ز سر افزون شود، حال تو دیگرگون شود، روحت ز تن بیرون شود، آخر ز دنیا میروی. این حال همیشه وقتی که انسان درباره هر چیز تدبر بکنه بالاخره میفهمه که والله یعنی نتیجه هر کار. تدبر از کلمه دبر گرفته شده، یعنی عقب امی کار چی هست، در عقب ای کار چی راز افتاده است. پس اگر ایره عاقبت سنجی بکنی بالاخره تو یک انسان خوب و با شخصیت تربیت میکنه و او شخصیت قرآنی پیدا میکنی. دیگیش چهارمیش تذکر. تذکر چی رو میگن؟ تذکر از ذکر گرفته شده به معنای ضد نسیان است. و هو حضور صورت المذکور العلمیه فی القلب. امو چیزه در قلبت سر از او زیاد او را حاضر میگردنی. مثل چی مثلا؟ مثلا تذکر زیادتر ما و شما او را یکی بصارت است، یکی بصیرت. بصارتی است که انسان یک چیز به چشم خود میبینه. بصارت از حس باصره گرفته شده. مثلا من اینی قلم به چشم خود میبینم، این بصارت میگه. حس باصری من میگه که اینی قلم است، اینی پوشش است، اینی هم رنگش است. این حس باصره میگه. اما بصیرت چی را میگن؟ چشم قلب میگن. چشم قلب میگن. حالا به خاطر از که من این قلم ببینم به روشنی آفتاب نیاز دارم ندارم؟ پس چشم من با وجودی که میبینه لکن به روشنی آفتاب نیاز داره که اگر روشنی آفتاب نباشه من چیز دیده نمیتونم. قلب هم به روشنی و نور ایمان ضرورت داره. وقتی که نور ایمان در قلب تو بود باز بر تو چی پیدا میشه؟ بصیرت پیدا میشه. اما لقمه ایره که میخوری میفهمی که این لقمه باید بخورم یا نخورم. در مجلسی که میری میشینی میگی در مجلس بشینم یا نشینم. آدم هوشیار هر کس دوست خود نمیگیره. چرا؟ و رجلان تحابا فی الله. اگر تو کت یک نفر به اساس محبت الله دوستی بکنی، او سبب از این میشه که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله متعال جای میگیری. اما اگر دوستیت به خاطر یک نفر، به خاطر قواریج باشه یا چیریج باشه یا مالش باشه، اینجا باز مشکلات پیدا میشه. مثلا الله متعال میگه افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا او کسی که خلق میکنه و او کسی که خلق نمیکنه چوری رو به یاد نمیرین؟
بعضی کسا مثلا یک بت پرستش میکنه لکن درباره امو بت فکر نکرده که چی صلاحیت داره. یک نفر میره یک قبر پرستش میکنه، اگر دقیق فکر بکنه والا اگر این قبر زندگی داده میتونست، بر من بچه داده میتونست یا مرا شفا داده میتونست، خودش شد از زیر یک خروار خاک دفن است. اما اون موجه اینه میره چی کده؟ فراموش میکنه، میره از اون بتو که خودش یک مجسمه است از او بچه میخواه. از صاحب قبر میره چی میخواه؟ بچه و دختر و صحت میخواه، در حالی که برای خود کدام منفعت رسانده نمیتونه. الله متعال میگه افمن یخلق، آیا او ذاتی که خلق میکنه کما لا یخلق، مثل کسی است که خلق نمیکنه. افلا تذکرون، چرا ایره یاد نمیرین؟ چرا فراموش کردین؟ چرا زی پند نمیگیرین؟ چرا حق یادتان نرفته؟ چرا بسیاری وقتا کسایی که به باطل میره، چرا به باطل میره؟ به خاطر که حق چی کرده؟ فراموش کرده. اینان بسیاری کسایی که مخلوق پرستی میکنن، چرا مخلوق پرستی میکنن؟ به خاطر اینکه خالق متعال فراموش کردن. همیشه وقتی که رفته پیش همون کلان خود، بزرگ خود، او درباره خود و درباره شخص خود و درباره پدرای خود و درباره کلانا و درباره انسانا زیاد برش تشریح کرده. پدر ما یک شخصیت بود که دمی جوی او میرفت، اگر میخواست می جوی برات جوی تیل جور میکرد. اوه خیچرت از گشنگی میموری، چپن کنه رو پوشیدی. پدرت می دریای کابل یک چف میکرد، ها؟ از این تیل جور میشد. الکل ما تیل فروش میدیم، خیر اوه باز از خارج از پغمان میخوردیم، از کدام از دریای چیز میگرفتیم، از مثلا از سالنگ میرفتیم او میوردیم. دریای کابل کلش ایواز گندگی چی می بود؟ تیل بود. سطل مردم میامدن این خارج روان میکردیم. پدر ما میتونست، من میفتم والله پدر بسیار بی عقل بوده، میتونست خدمت نکرده. این چی از دروغ شروع میکنه که توصیف از رو میکنه که اوا میتونست که تیل بسازه و مچم فلانی قلا را. امی کس گناه کنه از این پیش قبرش تیر شوه، از این پیش پالی قبرش موتروان یک گناه کنه اساس چالان باشه، اینمی موتر 6 لوتک میته. مفتم والله چی خوب آدم است، 200 امریکایی تیر بشه، یک موتر از لوتک نداده. 200 کافر تیر بشه، یک موتر کافر پنچر نکرد. یک مسلمان بیچاره یک غلطی کرد، یک خواندن شنید، نهایتش گناه کبیره کرد. برو همین ساز شنیدن گناه کبیره کرد، برو گناه کرد. در یک گناهی را گرفت 16 لوت داد و موترش هم تکت کرد، خراب کرد. و 200 تانک امریکایی از پالوی ازی تیر میشه شب و روز، هیچ غرض نمیگیرن. چرا همیشه هم دروغ است؟ انالی انسان چون خالقه که قوی هست، قدرتمند است، او رو فراموش کرده، کل او شفرش طرف چی شده؟ طرف مخلوق شده. اینال همین نفره که در ذهنیت همین ذهنیت پیدا کرد، ای به الله سجده میکنه یا به این قبر؟ با کی سجده باید بکنه؟ نه حالا چی میکنه؟ حالا فعلا میکنه به الله سجده، از الله گپ بزنی که جنگ میکنه. اما اگه برای اون نفر یک 6 متر تکر ببری برش توق جور کنی، میای میگه چی خوب آدم هستی، از کجا آمدی که تو خوب آدم هستی. اگر در مسجد ببری یک چند افتابه بری، باز میگه تو بی عقل هستی، چی میکنی؟ مسجد خود غنی است، مسجد غنی است. چی مانه مسجد غنی است؟ افتابه نبر، بار مردم اما تو سر بخود در یک افتابه 20 نفر وضو کنن. چه خوب راه رو جور کردن. به خانه الله که باید خانه الله را الله میگه آباد کنین. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم. تو باید آباد کنی خانه الله را. خانه الله را خراب میکنه، میگه خو غنی است، اما در اونجا تکه ها را میبره، مثلا توق جور میکنه، دو خوش میشه. چرا؟ به خاطر ازی که امون لحظه‌ای که پیش از این شخص این مصروف است، کی رو فراموش کرده؟ او خالق کی رو خلق کرده، پدرش خلق کرده، مادرش خلق کرده، اولاد برش داده، دختر برش داده، بچه داده. الله متعال میگه افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. چرا شما ذکر نمیکنین؟ در سوره نحل آیت 90 بخونید. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله متعال میگه ان الله یقینا که الله متعال یأمر امر میکنه بالعدل، به عدالت، که شما بسیار عادل باشین، والاحسان و به نیکی،
نیکی بکنین. احسان رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم تعریف کرده؟ ان تعبد ربک کانک تراه، یعنی الله را عبادت کن مثل که تو را میبینی. فان لم تکن تراه، اگر تو الله را دیدن نمیتونی فانه یراک، الله خود را میبینه. به یاد داشته باش در نمازت که من در مقابل الله ایستاده هستم. وقتی که همین انسان به یاد داشته باشه که من در مقابل ذات ذوالجلال ایستاده هستم، نماز خود تیز میخونه، خراب میخونه، در نماز غلطی میکنه، نه، شیطان امیره از یادتون میبره. و ایتاء ذی القربى، و همچنان شما چی کنین؟ مراوده و روابط خوب داشته باشین با همراه کی؟ اقاربتان. دشمنی و بدبینی با کاکا و ماما و بچی کاکا و بچی ماما و خوارزاده و برادرزاده بیا نکن. وقتی که انسان است، مسلمان است، دیندار است، همراهش روابط خوب باید داشته باشین. و الله متعال میگه و ینهی عن الفحشاء، شما را منع میکنه از کارهای فحش، و المنکر، و از منکرات، و البغی، و بغاوت و سرکشی و سردگرات تجاوز کردن. یعظکم، الله متعال میگه شما را وعظ میکنه، نصیحت و پند براتون میده، لعلکم تذکرون، شاید که شما این حقیقت ها را به یاد بیارین، بفهمین که این چیزا به درد ما میخوره، به منفعت ما است، به خوبی ما هست. 95 تأمل است. تأمل چی را میگن؟ تأمل ایره میگن که تثبت و الانتظار. و تأمل چی را میگه؟ تدقیق النظر فی الکائنات بغرض الاتعاظ و التذکر. میگه تأمل که یعنی دقت نظر داشته باشی در مخلوقات. به خاطر چی؟ به خاطر پند گرفتن، واعظ گرفتن، یاد داشتن. قرآن شناس ها میگن که کلمه تأمل در قرآن عظیم الشان نامده، لکن همین مفهوم ازی در آیات قرآن آمده زیاد، اگرچه خود لفظش ذکر نشده. مثلا در سوره عنکبوت آیت 19 و 20 بکشین. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. در این آیت شریف الله متعال ما و شما را به تأمل، یعنی فکر کردن در چی؟ دقت کردن و تدقیق نظر در چی است؟ در مخلوقات دعوت میکنه. میگه اولم یرو، آیا ندیدن اینا که کیف یبدئ الله الخلق، که الله متعال چه قسم این خلق آغاز کرد و این خلق کرد، ثم یعیده، بازی رو دوباره اعاده میکنه. یا چه قسم الله متعال این مخلوقات از بین میبره و دوباره باز اعادهش میکنه. شما درباره از همین فکر بکنین، در خلقت مخلوقات، در از بین رفتن مخلوقات و در اعاده دوباره مخلوقات. ان ذلك علی الله یسیر. این کار به نزد الله متعال بسیار آسان است. پس اگر انسان در خلقت آسمان ها و زمین و خلقت از اینا به خاطر ای که پند بگیره و نصیحت بگیره، و یا هم مثلا سفر بکنه ببینه که مثلا قوم، مثلا بعضی جایا هست در بعضی کشورها که شما برین، قریه هایی هستن که از بین رفتن، این انسان ببینه و ببینه که چه قسم اینجا مخلوقات از بین رفتن، چه قسمی قریه کاملا نابود شدن. پس اینجا انسان به خاطر چی؟ در این مخلوقات، در مخلوقات الله فکر میکنه، به خاطر پند گرفتن. 96 تفقه هست. تفقه چی رو میگن؟ تفقه میگه ایره میگن که انسان فهم دقیق در چیز داشته باشه. یکی علم است، یکی فقه. علم به معنای فهمیدن است. بسیاری کسا مثلا یک چیزی رو، یک موضوع رو میفهمه، علم داره درباره یک موضوع، لکن دقیق به تمام امور از او درست نمیفهمه. از این خاطر الله متعال وقتی که برای یک کس فهم دقیق میده،
رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من یرید الله بی خیرا یفقهه فی الدین، او را فقیه در دین میسازن که او بسیار دقیق و مطلب میفهمه که دیگرها او را دقیق نمیفهمن. چرا؟ اونا زیاد سر از او فکر و تدبر و تأمل نکردن. و رسول الله صلی الله علیه و آله به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفت که یا اللهم علمه الدین و فقهه فی التأویل، یا الله این دین بفهمانشه لکن تفسیر خوب از این قرآن برش بفهمن. از این خاطر از ما و شما کردن صحابه بسیار خوب تفسیر قرآن میفهمیدن، اونا زیاد دقیق میفهمیدن. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او میگه که تفقه یا فقه که از دو قسم است، یکی فقه اکبر است، یکی فقه اصغر. فقه اصغر که مسائل عبادات و معاملاتی مسائل هسته، این بسیار کم مردم فقیه میشن. اما الله خب برای کلگی خیر میخواه. خشتو یک تعداد کم فقیه میشه. مثلا برید یک قریه 5 نفر عالم فقه است، اما فقه اکبر که عقیده هست این آسان است. اگر هر کسی بخواد یاد بگیره و بسیار سادگی یاد میگیره. حالا میل ما و شما که قرآن شریف میخوانیم، مثلا امی قرآن شریف تفسیرش ما و شما میخوانیم به شکل اعتقادی، شاید همینجا کسایی باشه که مکتب نخونده باشه، شاید کسایی باشه که مثلا صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب بوده باشه. میفهمه نمیفهمه. شاید کسای جوانای اینجا زیاد باشن که هیچ رشتهشان شرایط نیست. خب اگر اینجا 100 نفر باشه 20 نفرش مسلکی شرایط است، 80 نفر دیگه یا انجینیر است یا دکتر است یا دکاندار است یا تجار است. لکن امورم که به پرسان بکنی که رشته شرایط نیست، امی عقیده را میفهمه. چرا الله بر ازی خیر خواسته؟ ان من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. در فقه اکبر الله متعال، چرا فقه اکبر کلگی باید یاد بگیرن. در فقه اصغر یک تعداد متخصص میشه. ما مثلا در یک مملکت 1 تا مفتی ضرورت است، در یک قریه مثلا 2 نفر 3 نفر فقیه ضرورت است که برای مردم نماز بدن. اما فقه اکبر که است که عقیده هست، یکی است، باید کلگی یاد داشته باشه. و دی نجات هم نیست، خلاصی هم نیست که باید ما نمیفهمیم. پس تفقه چی هست؟ تفقه فهم درست است که اگر شما بیاین همینجا می درس بشینید، شاید یک کسی هست میگه من امروز یک کسی گفت فساد میام درس میشینم، من خب بی سواد هستم. میفهمی؟ گفتم میفهم. همین نفر میفهمه که هر حکم الله که از به اساس رحمتش است. اگر من یک نفر از زیاد مال میته، هم رحمت الله هست. یک نفر دیگر کم میته، و هم رحمت الله هست. چرا الله میفهمه که اینی نفر اگر مال زیاد بتون چی میشه؟ گمراه میشه. بعضی اوقات برای انسان مال کم خوب است. بعضی کسی هست که اگر او مال کم داشته باشه برش مشکلات پیدا میشه. او هم در امتحان است، هم در امتحان است. اینال این عقیده را و این چیز چی میکنن؟ این میفهمن. از حسن بصری رحمت الله علیه پرسان کردن که بهترین ادب کدام ادب است؟ گفت تفقه فی الدین است. اگر تو دین درست بفهمی، ادب با الله را بسیار خوب مراعات میکنی. اول مردم چرا بیادبی میکنن در مقابل الله؟ نمیفهمن. فقه اکبر نمیفهمن. اگر همه قدر بفهمه که ما به خاطر یک بیادبی به یک شاعر اسلامی، یک بیادبی به حجاب میکنم، کافر میشم. یک بیادبی مثلا برای مسجد میکنم، کافر میشم. بازی جرأت میکنه بخیزه مثلا سر مسجد رشخندی بزنه، یا سر پیغمبر، یا سر قرآن، یا سر کتاب، یا سر علمای اسلام، یا سر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ این انسان بیخبر است. این تفقهی است که انسان مسلمان همیشه کوشش بکنه که چی کنه؟ خدا در دین برسانه. او شکل مسلکیش اگر نمیتونه، شکل مسلکیش خب برای انسانهای خاص است که اونا رشتهشون است. اما برای هر انجینیر، برای هر دکاندار، برای هر فرد، هر رشته که هست، او باید حداقل از دین عمیق قدر فهم داشته باشه که او بتونه در زندگی 24 ساعتی که زندگی میکنه همه روزه بفهمه که 4 چیز درست عملی کرده بتونه. چند چیزه؟ 4 چیز خدا جور کنه. اول عقیده خدا جور کنه، اعتقادات است.
24 ساعت من چه قسم باید عقیده داشته باشم تا که منحرف نشم؟ دومش اخلاقیات است. چه قسم اخلاق داشته باشم تا در جامعه ما به شکل نرمال زندگی بکنم؟ سومش عبادات است. چه قسم من نماز بخوانم، چه قسم روزه بگیرم؟ و چهارمش معاملات است. وقتی که من معامله اقتصادی میکنم یا سیاسی میکنم یا دیگه معاملات است، خرید و فروش، این گپا، کل از ما باید چه قسم انجام بدم تا در گناه مبتلا نشم. این 4 چیز است که انسان مسلمان کوشش کنه که حداقل به مو اندازه یاد بگیره که تا زندگی نرمال داشته باشه. اما کسی که باز در یک رشته مسلکی میشه، او باز عالمش میشه و متخصص و مسلکیش میباشه، اونا بر از اونا چیز داره. خب آخرین نقطه که برادرای محترم باید ما و شما میره چیز کنیم که بحث ما خلاص میشه، عنوانش هست، تیز گفتم میرم براتون، فواید و منافع عبادات فکری. حال عبادات فکری که خواندیم، یک کسی شما را پرسان میکنه، میگه عبادات فکری که انسان بکنه چی منفعت داره؟ برشان میگن که عبادات فکری منفعت های زیاد داره. مثلا میگه چی منفعت داره؟ اول کسی که عبادت فکری میکنه رضایت و محبت الله را حاصل میکنه. حاصل کردن رضایت و محبت الله هست. دوم عبادات فکری هست که سینه را باز میکنه و برای انسان سکون و آرامش ایجاد میکنه. شما اگر 1 ساعت عبادت فکری بکنین، آرامش فکری، آرامش روانی، یعنی عبادت فکری رو میتونیم بگیم که یک تابلت چی هست؟ آرامش بخش است، تابلت روانی هست. متوجه شدیم؟ مسکن است، گفته قاری صاحب، برای انسان آرامش پیدا میکنه. من یک وقت در زندان بودم، بسیار نارام بودم، یک آیت قرآن خواندم که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. وقتی که دیدم گفتی مصیبت خب به اذن الله هست، پس دو خیر ما هست، آرام شدم، آرام. پس عبادت فکری برای انسان سکون، آرامش نصیب میکنه. کسی که عبادت فکری میکنه، این عبادت فکری بر از او خوف و خشیت الله را نصیب میکنه. این باز زود گناه کرده نمیتونه. اما کسی که نمیکنه باز گناه برش بسیار عادی میشه، هر وقتی که در فکر گیرش گناه آمد میکنه. اما انسانی که عبادت فکری کرده، ولو که گناه برش حاصل هم میشه، توانایی میداشته باشه، لکن از خشیت و از ترس الله گناه نمیکنه. چهارم سبب حکمت و بیداری قلب میشه. انسان حکیم کی هست؟ حکمت که داشته باشه کی هست؟ انسانی که تدبر و تفکر میکنه، عبادت فکری میکنه، این انسان حکیم میشه و قلبش بیدار میشه. پنجمش منفعت عبادت فکری چی هست؟ انسان عبرت میگیره، وعظ میگیره و از سیرت سابقه ها بسیار درس میگیره. بسیار درس میگیره از تاریخ و سیرت. بسیار. ششم کسایی که عبادت فکری میکنن، علما میگن که خود تفکر یک ارزش عقلی بزرگ است. ششم است. نمبرش مهم نیست، خیر رسول باز شما اگه غلط هم کردین مشکل نیست. پیشمر ششم است. تفکر یک ارزش عقلی بزرگ است که به بیداری افراد و ملت‌ها و امت‌ها می انجامد. هر امتی که صاحب فکر بود بیدار میشه. عبادت فکری کرد بیدار میشه. هفتمش سبب شناخت دوست و دشمن میشه. انسان متفکر دوست حقیقی خودم میشناسه، دشمن حقیقی خودم میشناسه. اما انسان بی فکر بعضی اوقات دشمن در لباس دوست میایه، فریبش میده. خصوصا مثلا حال که جنگ فکری هست، دشمنای اسلام بسیار از جنگ فکری استفاده میکنن. هشتمش انسان با فکری که عبادات فکری میکنه از دسایس دشمنا نجات پیدا میکنه. از دسایس دشمنا نجات پیدا میکنه. و نهمش از هلاکت و بدبختی دنیا و آخرت نجات پیدا میکنه. و دهمش یک عامل حقیقی، یک عامل، یک عالم است، یکی عامل عمل کننده، یک عامل حقیقی به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. 11 قدر دین، قدر ایمان، قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، قدر قرآن، قدر سنت، قدر عمل کردن به اینا را،
انسان متفکر بسیار خوب میفهمه که چقدر قدر داره. من که به یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و عمل میکنم، الله چقدر مقام منزلت من را بالا میبره و به این شکل است که بازی انسان میتونه که به همه سنت های رسول الله صلی الله علیه و عمل بکنه. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نیک نصیب کنه.